کوروش بزرگ بنیانگذار و نخستین شاه هخامنشی بود که به مدت 30 سال بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. جالب است بدانید که کوروش به پارسی باستان به این شکل نوشته می‌شد. همچنین کوروش در منشور خود که در معبدی به نام مردوک در منطقه بابل باستان کشف شد، این چنین خودش را معرفی می‌کند: من کوروش دوم، فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده است. آثار بجامانده از این منشور در موزه‌ای به نام بریتانیا نگهداری می‌شود. این خلاصه ای از معرفی کوروش بزرگ بود. اگه واسه جذابه که بیشتر با این شخصیت بزرگ آشنا بشی، در ادامه همراه من باش. راستی یادت نره پست رو لایک کنی و برای بقیه هم بفرستی.